ببینید عزیزان من همه نوشابه میکنم که همش برای خوردن نیست که. شما با نوشابه میتونید یکی از بهترین جرمگیرا رو درست بکنید. یه دونه نوشابه کوچیک میارید، یه خورده خمیر دندون و چند تا قاشق مایه ظرفشویی و یه قاشق نمک و با یه لیوان آب قشنگ میگیرید، هم میزنید، قشنگ قاطی که شد قیافش دقیقا میشه این شیرکاگو. فقط این نکته رو باید توجه بکنید، این که به هیچ وجه دم دست بچه ها اینو نمیذارید. بچه هست چه میدونه، شیرین هم هست، فکر میکنه شیر کاکائوه، میخوره و مسموم میشه. باید بذارید که جایی که دست بچه بهش نرسه، لا بالا کابینت یا هر جایی شما بذارید، هر ظرفی که جرم داره، روغن گرفته، یه چیز کلن از ابن میبره. لایکی